سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز آموزش گرفتن بازیکنای ایرانی هستیم و بازیکنای مثلا فولاد و بازیکنای سپاهان. اینجا 4 رومیو میزنید و بعد میایید اینجا هم 4 رومیو میزنید. اینجا هر کدومو میخواهید میتونید بخرید. اینجا که 3 تا گزینه هست، 2 تا سیاهه، سمت راستی رو میزنید و اینجا اولین گزینه 4 رومی رو میزنید و اینجا هم 4 رومی که آسیا هست اینو میزنید که بازیکنهای سپاهان رو میاره اینجا. بله، ببینید بازیکنهای سپاهان رو میاره اینجا. الان بریم برای بازیکنهای فولاد. اینو میزنید گزینه اول و بازم گزینه 4 و بازم گزینه 4. اینجا که سپاهان بود فولاد رو میزنید و تایید. ببینید بازیکنهای فولاد رو آورد. الان بازیکنهای تیم ملی رو میاره. اینو کنسل بکنیم. اینو کنسل میکنیم. اینجا گزینه سومی رو انتخاب میکنیم و گزینه آخری اینجا تیم ملی ها رو میاره. اینجا ایران رو انتخاب میکنیم و تایید رو میزنیم و تمام. بازیکن‌های رو میاره. ببینید بازیکن‌ها مثل بیرانوند، شجاع خلیلزاده، طارمی، سردار و تمام.